بعدی که عزیزان پرسیدن تغییرات پوست یا روتین پوستی در دوران یائسگیه. خشکی، کاهش الاستین پوست، ایجاد لک، نشانه های بارز پوست در دوران یائسگی به شما میره. به همین دلیل بازگردانی رطوبت یا آبرسانی پوست به همراه تقویت کلاژن سازی پوست اصول اصلی روتین پوستی در این دوره میباشد. البته علاوه به مصرف کلاژن به صورت مکمل نباید از مصرف موضعی این ریز مغذی بسیار مهم غافل موند. زمان دریافت دوره جوش حتما باید استرس مدیریت بشه. به همین دلیل استرس برهم زننده تعادل شیمیایی یا به عبارت تعادل هورمون‌ها در کل بدن ما به شمار به افکار و سیستم عصبی سمپاتیک ما تاثیر میذاره. هورمون کورتیزول آزاد میکنه و باعث افزایش تولید چربی در غدد سباسته شده منافذ پوست رو میبنده و مجدد باعث بروز جوش و آکنه میشه. پس بهتره که استرسمون رو کنترل کنیم. با من در پیج ایدئال جوانی همراه باشید.